ببخشید اصلاح اجباریه، چون موهای منو فقط مامانم کوتاه میکنه. بفهمه جای دیگه کوتاه کردم خیلی ناراحت میشه. نه بابا، اگه کارش خیلی درسته بگو ما هم بریم پیشش. تو که موهات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه. آره موهات هم که اصلا احتیاج به کوتاه کردن نداره. بتمرگید در جاتون. حرف نامربوط زد کتک خورد. بتمرگید. سرشان آقا حق بزن. آقای قاضی، به پیغمبر من کنار ماشین خودم وایساده بودم، اصلا من کاری با اینا نداشتم. من اصلا شوهر این خانومو با رفیقاشو نمیشناختم، یه دفعه ریختن سر من شروع کردن کتک زدن. من اصلا شوک شده بودم. وسطاش فهمیدم قضیه ناموسیه. گفتم حالا مرد غیرتی شده، تحمل کردم، هیچ نگفتم. هی کتکم زدن، هی زدن، هیچ نگفتم. آقای قاضی خدا شاهده به قصد کش داشتم من نمیزدن، بازم هیچ نگفتم. تا جایی که فوش مادر داد دیگه نفهمیدم چی شد. آقای قاضی دیگه قفل معمولی کشیدم